جشن 13 پایان بخش مراسم نوروز است. نحسی عدد 13 از دیرباز در فرهنگ‌های کهن بوده است. به نظر می‌رسد برخی حوادث بزرگ کیهانی در این باور نقش داشتند. بر پایه روایات ایرانی هزاره 13 پایان کیهان است. یکی از حادثه‌های سهمگین که باعث مرگ بسیاری شد در 13 ماه توت مصری اتفاق افتاد. در 13 سال نو ستاره دنباله‌دار در فضا با زمین برخورد کرد. حضرت عیسی در 13 گرفتار شد. همه اینها سبب شدند ترسی عمومی از عدد 13 در نهاد بشر به وجود آید. آیین‌های جشن 13 در ایران معانی اسطوره‌ای و تمثیلی دارند. شادی و خنده، فرو ریختن اندیشه‌های تیره و پلیدی. روبوسی نماد آشتی است. خوردن غذا در دشت نشانه فدیه گوسفند به تیشتر ستاره باران است. به آب انداختن سبزه نشانه دادن فدیه به ایزد آب یا ناهید است. گره زدن سبزه برای باز شدن بخت نشانه پیوند زن و مرد است. مسابقات برد و باختی یادآور کشمکش ایزد باران و دیو خشکسالی است. بنابر اسطوره‌های ایرانی عمر جهان هستی 12,000 سال است. نخستین 12 روز جشن نشانه زایش و زندگی، روز 13 تمثیلی از هزاره 13 و رهایی از جهان مادی است. هر چه که هست 13 به درتون شاد باش و فرخنده باد.